دیگه از جمله عبادات زبانی درس 53 ما و شما توحید در تعویض است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. تعویض چی را میگن؟ تعویض در لغت به معنای پناه دادن است. یکی استعاذه هست، یکی تعویض هست. چی فرق است بین استعاذه و تعویض؟ استعاذه ای است که خود انسان به الله پناه میبره. مثلا ما و شما این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این من خودم به الله پناه میبرم. اما تعویض چی را میگن؟ تعویض هم یک عبادت زبانی هست که انسان یک کس دیگه را به الله پناه میده. از این خاطر در اصطلاح چی است؟ این هست که مثلا عوضت فلانا بالله و اسمائه بالمعوذتین، اذا قلت اعیذک بالله و اسمائه. اینال تعویض چی را میگه؟ که وقتی مثلا کس را به الله و به نامهایش و به صفاتش چی میکنی؟ پناه میتی از شر هر چیزی. وقتی که میگی که من فلانی را پناه دادم، پس پناه یکی تعویض چی میشه؟ تعویض به زبان میشه. پس تعویض شرعی ما و شما متاسفانه چون زیاد مردم مثلا وقتی که ما و شما تعویض میگیم فوراً در ذهن انسان تعویض کاغذکی نوشته‌ای میه. لکن اصل تعویضی که عبادت زبانی هست این در زبان است. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. و ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم هم تعویض چی میکرد؟ آیا رسول الله هم تعویض کرده؟ بله. چه قسم تعویض بوده؟ تعویض چی هسته؟ این تعویض زبانی هست. و اینجا مثلا اصطلاحات است ما و شما باید بفهمیم که یکی تعویض است که با زبان گفته میشه، تعویض زبانی هست. و یکی است که مثلا رقیه هست، این هم مثل تعویض است. لکن علما باز میگن فرق بین رقیه و تعویض چی است؟ باز اونا میگن که رقیه که است اخص من تعویض است. چرا تعویض میگن از کلش شامل میشن، اما رقیه که است بعضی از دعاها هست این باز خاص است. اینال آیا دلیل تعویض مثلا در قرآن و در سنت و در اقوال علمای سلف صالح و دیگر علمای اسلام در قرآن عظیم الشان کلمه تعویض آمده هست که مثلا مادر بیبی مریم چی کرد؟ مادر بیبی مریم وقتی که طفل خدا به دنیا میاره باز چی میگه؟ و اینی سمیتها مریم، میگه من نام طفلک خدا مریم گذاشتم. و اینی اعیذها بک، یا الله من ایره به تو پناه میتم. ببینین من مریم به تو پناه میتم. پس این پناه دادن یک کسی به الله ای با قول خود. و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، من ایره به تو و ذریه‌اش هم به تو از شر شیطان رجیم پناه میتم. و در احادیث تعویض آمده هست. بله در احادیث آمده هست که کان النبی صلی الله علیه و سلم، حدیث صحیح البخاری هست، امام بخاری روایت میکنه که عن ابن عباس رضی الله عنه، میگه از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت است که کان النبی صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یعوذ الحسن والحسین، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم پناه میداد کی را؟ حسن و حسین. ببین یعوذ پناه میداد، عوذ یعوذ تعویذا، اینا دیگه تعویض زبانی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم پناه داده است؟ و یقول ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق، میگه پدر شما، پدر بزرگتان که ابراهیم علیه السلام بود، میگه ای
با اینمی کلمات پناه میداد کی را؟ اسماعیل و اسحاق به الله پناه میداد. اعوذ بکلمات الله التامه من کل شیطان و هامه و من کل عین لامه. این مگه چی است؟ این قسمی را این دعا را برشان میخوان. و امام بخاری میگه که ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یعوذ بعض اهلیه، بعضی میگه از اهل خود پناه میداد به الله، یمسح بیده الیمنا، میگه با دست راست خود او را مسح میکرد و یقول اللهم رب الناس اذهب البأس اشفه وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. و این هم رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کار کرده. و حتی جبریل امین علیه السلام هم رقیه کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم. امام مسلم حدیث روایت میکنه از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، میگه کان اذا اشتكى رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از کدام مریضی شکایت میداشت، رقاه جبریل علیه السلام، با جبریل علیه السلام ایره رقیه میکرد. چی میگفت؟ بسم الله یبریک و من کل داء یشفیک. این قسم برش چی میکرد؟ و امام ابن ماجه میگه که جبریل علیه السلام آمد و گفت که ای محمد صلی الله علیه وسلم اشتکیت، کدام مریضی یا مشکل داری؟ میگه رسول الله صلی گفت که نعم. باز می جبریل امین علیه السلام گفت که بسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین او حاسد الله یشفیک. بسم الله ارقیک. این به این شکل میگه جبریل امین علیه السلام هیره رقیه کرد. و ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که انها كانت لا ترى بأسا ان يعوذ في الماء. او بی عایشه میگه که اگر انسان امو استعاذه را در آب بخوانه، ثم یعالج به المریض، باز امو آب به مریض بده. یعنی یه هم اجتهاد ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها بود. امام طبری میگه که در این آیت شریف و اینی اعیذها بک و ذریتها و اینی اجعل معاذها و معاذ ذریتها من الشیطان الرجیم بکه. یعنی ما پناهگاه خود ازی و پناهگاه بر ذریه ازی یا الله تعالی میگردانم که از شر شیطان الرجیم اینا را نجات بدیم. پس اینی تعویضی که از عبادات زبانی هست و یک انسان مسلمان او را انجام میده، این تعویض مسنونه و شرعی هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم استعاذه به الله میکرد و هم دیگران را به الله پناه میداد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.